ضحاک ماردوش، پادشاه ستمگری که برای خوراک مارایی روی دوشش هر روز 2 جوون رو قربانی میکرد و مغزشون رو به خورد اون مارا میداد. یه شبی ضحاک خواب میبینه که پسری میاد به نام فریدون و اونو شکست میده و بر تخت پادشاهی میشینه. از فرداش ضحاک دستور میده که هر فرزند پسری که به دنیا میاد اونو بکشن. مادر فریدون اونو میبره توی کوهی قایم میکنه و فریدون همونجا بزرگ میشه. از طرف دیگه کاوه آهنگر در برابر ظلم و ستم ضحاک میسته و فرمانی رو که بزرگان کشور برای تایید دادگری ضحاک امضا کرده بودن و پاره میکنه و پیشبند چرمیشو سر نیزه میکنه و مردم رو علیه ضحاک به قیام دعوت میکنه که بعدا همون پیشبند چرمی میشه درفش کاویانی. کاوه مردم رو میبره پیش فریدون و فریدون هم با کمک مردم و به رهبری کاوه به ضحاک حمله میکنن و فریدون با گرز گاو به سر ضحاک رو شکست میده. به این ترتیب پس از هزاران سال ظلم و ستم به مردم، حکومت ضحاک به پایان میرسه و فریدون به تخت پادشاهی میشینه و باری دیگر عزت و شکوه به ایران زمین برمیگرده.